مسلمان نجس و پلید نمی گردد. در صحیح بخاری حدیث شماره 283 و صحیح مسلم حدیث شماره 371 ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمود در حالی که جنابت داشتم به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم. دستم را گرفتند و با ایشان می رفتم تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشستند و من هم مخفیانه به سوی اقامتگاه خود رفتم و غسل کردم. وقتی که به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برگشتم دیدم که هنوز نشستند. فرمودند کجا بودی ای ابا هریره؟ موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتم. با تعجب فرمودند سبحان الله ای ابو هریره، انسان مؤمن پلید و نجس نمی شود.